سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. از این به بعد آموزش میخوام بزنم. خب دوستان، همونجوری که میبینید من این ماشین رو داخل کلاچ گرفتم و میخوام براتون بگم که چجوری میگیری. این دی ماشین که 206 RC هست، برای گرفتنش هم یا همون خریدش هم باید پول بدید. براش باید اول این ماشین رو بخرید و همزمان هم روی 206 و دکمه انتخاب کلیک کنید. الان مثلا ببینید همزمان رو هر دوتاش رفت. دیدید دوباره؟ خب الان حالا اگه من بخوام برم مثلا بخرم، بعد خودش میره بری داخل کارت. الان ببینید پرداخت که اینترنتیه ولی نمیارزه 14,000 تومان به خاطر یه ماشین بدیم. که بعدش حالا سوبرا رو شما میگید چجوری بگیریم؟ برای سوبرا حالا هر ماشینی، کلا هر ماشینی میشه. شما یه ماشین رو بخرید که دم دستش باشه، قشنگ همزمان مثل اون بزنید. ببینید همزمان هر دو ماشین رو همزمان با هم یک کلیکی بزنید تا فعال شه. حالا براتون یه تست گیم هم میذارم که واقعا یعنی تضمینیه. حالا ببینید الان صداشم باز میکنم. این سوبرا درست؟